این آدمان با حضور رئیس ناحیه بوسه اشتراکچیان حشر ساختمان راه دهه کدوچی غلازور تا دهه سرتز ناحیه تیمورملک میباشند. صحبت آنها اطراف همین راه است. یک چند لحظه بعد آنها شاهد آغاز کارهای ساختمانی در این انشاءات مهم میگردند. ما اهل جامعه این دهه از ادیبان تا شاعران تا عالمان و تا اهل مردم همینجا با خلاصه اومدیم که یگانه مسئله مشکلی ما که هست همین است. یعنی که کجا میروید خیر کردن سخاوت کردن خیر سخاوت مکان خیر سخاوت در پیش ما قرار دارد. این راه از همه مسئله جایی که انسان ثواب میگیرد سر وقت ثواب میگیرد سر وقت دعا میگیرد سر به مقصد میرسد این راه است. راهو پیوندگر دلها میگن چون باید در تاکید آخرین که راهو ما رو به مقصد ها میبرد. اگر راهو دور باشند آدم‌ها یگون برو سر وقت به مقصد نمیبرند یگون وقت و بیماریش نمیرسد به کار بورش بود نمیکرد. برای همین اینجا اهل دهه امروز با پا خیزد از دهه سرتز از موضع سرتز از موضع خشقیه از موضع غلازور این از دهه کدوچی صاحبکاران با پا خیزدن صاحبکاران با ننگ ناموس اومدن که ما با راهی که این قدر مشکلی با ما با بار میاد بار خود از سر وقت با مکان با جای دکار اسنامه باید این تعمیر کنیم. 16 آگوست کارهای ساختمانی انا همین خیلی آغاز یافت. اینک آن لحظه های خاطرمان و فراموش ناپذیر در تاریخ محل همین طور شروع گردید. اینها نخستین تکنیک‌هایی میباشند که در کارهای ساختمانی این را سهم گذاشتند. انشاءات مذکور در حل مشکلات اهالی در دایره کارهای سازندگی بخشیده به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با سهمگذاری صاحبکاران و شخصان سخاوتمند ساخته می شود. دهه غلازور یک منطقه‌ای است که از جهت غلادانه تمام ناحیه و منطقه را تامین میکند و راه با اثر باران‌ها و سال‌های طولانی تعمیر طلب گردیده بود و مشکلات مردم بسیار وزین بود. تکنیک‌ها گذشته نمی‌توانستند و امروز با همه همین مشکل‌ها من گمان میکنم که خاتمه بخشیده می شود و در این کار خیر سهم صاحبکاران وطنی خیلی کلان است و ما دعوت به عمل می‌آوریم از مردم شریفی ناحیه که کدامی که می‌خواهد که یک ثواب جاریه به دست بیارد انا همین راه مکانی هست که برای هر یک شهروند برای به دست آوردن ثواب یک مکانی مقبول است و من گمان میکنم که با عزم و اراده‌ای که مردم شهروند ناحیه دارند این راه را ما در یک مدت کوتاه و استفاده خواهیم داد. در دهات به نام میرزاعلی ویس فی ناحیه وسه این رو از دهه کدوچی تا دهه کوسور غلازور مسافه 5 کیلومتر را تشکیل داده 5 کیلومتر دیگر تا دهه سرتز ناحیه تیمورملک رسانیده می شود. راه در حالت ویرانه قرار داشت. بارشات برف و باران و از تل و تپه ها فرآمدن سیل قسمت زیاد این راه را خراب کرده است. در چنین وضعیت ساکنان دهه‌های غلازور ناحیه وسه دهه سرتز ناحیه تیمورملک با دشواری‌های زیاد روبرو گردیده بودند. ما همون کار تشکیل کرده اولا بار اینام خلق سرتز اینام ناحیه تیمورملک رحمت کلان گفتنیم چون که ما همین قشلاق سالهای دراز زندگانی بسر میبریم همون راهمان به حد از دوره شوروی رمونت دیدگی نبود عذاب عقوبت میکشیدیم. حاضر همون اقدام گرفته بچه‌ها اینا یاری رسانه خدمات یاری رسانه اینا همین روز کار سر کردیم. بسیار تشکر کلام بیان میکنم این نام خلق. ما امروز در عرفه جشن 35 سالگی جمهوری تاجیکستان قرار داریم. ما امروز همه روزه میبینیم از سخنهای سردار دولت پیشوای ملت که برای آبادی بسیار سعی تلاش ما هم چون شهروند امروز اقدام گرفتیم که شاهراه ناحیه تیمورملک به ناحیه واسه طول سالها از دهه کدوچی به خواجه سرتز در راههای فرسوده شده است. با دستگیری همه سخاوتمندان دهه کدوچی غلازور خواجه سرتز و اینچنین با دستگیری همه سخاوتمندانی که در این ناحیه ها زندگی میکنند اقدام گرفتیم همین راه را چیکار کنیم و ثبوت را برده رسانیم. کارهای ساختمانی راه کدوچی دهه غلازور تا دهه سرتز با جلب متخصصان راهساز تحریزی گردیده کارهای ساختمانی ادامه می‌یابند. کارهای منفرش کردن راه مذکور بعد به انجام رسانیدن کارهای سنگفرش‌کنی راه آغاز می‌گردد.
این را اهمیت استراتژی داشته در این منطقه کوهستان ناحیه واسه را با ناحیه تیمورملک پیوست می نماید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.